تجربه 6 ساله منم اینجا بهم اینو ثابت کرده که اوایل توی انتخاب دوست خیلی اشتباها میکردم و دوستایی که حالا پیدا میکردم به هر ترتیبی بعد از یه مدت حس سوء استفاده با آدم میدن. حالا این یه کلیشه است دیگه، هم میگن. سلام، من بهناز هستم. سلام، من مهناز هستم. امروز تصمیم گرفتیم راجع به چالش‌های بعد از مهاجرت به عنوان یک فرد تنها و مستقل و یه فردی که 2 بچه داره و با همسرش مهاجرت کرده صحبت کنیم. خب بهمن 1400 که ما تقریبا مهاجرت کردیم، اما نه به طور کامل، به این دلیل که خب اون موقع هنوز کامل مستقر نشده بودیم، مدارس آنلاین بود و من برای اینکه یه سری کارها باید انجام میشد می اومدم و میرفتم. توی این بازه زمانی به خاطر شرایط کرونا مدارس آنلاین برگزار میشد و با توجه به اینکه اینجا 1.5 ساعت عقب بود، ما ساعت 8 صبح باید با همزمان مدارس ایران آنلاین می شدیم و خب سومیا ساعت 6:30 صبح اینجا هوا تاریک بود و باید پای سیستم می بود. 8 صبح ایران که 1 ساعت عقب بود، اون موقع میشد 6:30 صبح. دقیقاً. و خب این اون اوایل چالشی بود که من باید عادت می دادم این بچه رو. تقریبا 1.5 ماه ما اینجا بودیم و توی این 1.5 ماه مدرسه سومیا به صورت آنلاین اینجا برگزار می شد. خب این چیزی بودش که ما باهاش مواجه شدیم. اما اتفاق خوبی که افتاد این وسط این بود که ما خونمون رو تحویل گرفته بودیم، خونه چیده شده بود و حالا مبله کردن خونمونم باز یه مسئله‌ای بودش که دغدغمون بود و خوشبختانه با توجه به اینکه بهناز یه مدت طولانی تری اینجا بود و کار استارت خورده بود و ساکن شده بود و مسلط شده بود به زبان ترکی، ما دیگه خونه رو به صورت مجازی، یعنی به صورت آنلاین خونه رو مبله کردیم. ویدیو کال میکردیم، بهناز میرفت توی فروشگاه ها فیلم میگرفت یا اینکه در لحظه نشون میداد، مبلمان بود، لوازم دیگه بود و ما خونه رو قبل از اینکه بیایم خوشبختانه تونستیم اینجا مبله بکنیم. و خب این چیزی بود که من دیگه براش چالش نداشتم. چالش اصلی من از اونجایی شروع شد که ما نیمه شهریور 401 دیگه به طور کامل موو کردیم، مهاجرت کردیم و اومدیم ترکیه مستقر شدیم. و خب برای ورودی بچه‌ها به مدرسه نیاز به یه آزمونی بود که ما اون ابتدا به خاطر اینکه بچه‌ها تو فرهنگ جدید و زبان ترکی رو اصلا مسلط نبودن مجبور شدیم که یعنی یه جورایی مجبور شدم تصمیم بگیرم که بچه‌ها تو مدرسه اینترنشنال ثبت نام بکنم، به خاطر اینکه زبان انگلیسی خب توی مدارس توی ایران بودش و یه آشنایی داشتن، پیش زمینه ذهنی داشتن و اینکه من از 7 ماه قبلش هم دیگه به طور کامل معلم زبان انگلیسی رو به صورت فشرده بودش که همراهی میکرد با بچه‌ها. و خب این باعث شد که در وهله اول انتخابم مدرسه اینترنشنال باشه. اما خب مدرسه اینترنشنال هم اونجوری که تصور ما بود پیش نرفت، به خاطر اینکه ملیت‌های مختلف بودن، به خاطر اینکه درصد عرب زبان‌ها خیلی زیاد بود و اصلا اما چیز نیستیم، نژاد پرستانه نیستش. ولی متاسفانه فرهنگ و تربیتشون خیلی فرق داره. دقیقاً. و خب مخصوصاً با فرهنگ و خلق و خوی بچه‌های ایران خیلی تناقض داره، خیلی زیاد. و خب حتی با بچه‌های ترک هم خیلی متفاوت هستن. اینجا باهاشون وقتی مواجه میشیم کاملا مشخصه. و خب این باعث شد که ما برای سال بعدشون هدفمون بره رو مدرسه های ترک و تصمیم خیلی درستی بود به نظرم این جابجایی مدرسه، به خاطر اینکه ما داشتیم که کشور زندگی می‌کردیم که زبانشون، فرهنگشون ترکی است و غالباً باید با این مسیر پیش می‌رفتیم. و خب اینجا اتفاق خوبی که افتاد این بود که بهناز بودش اینجا و ما دغدغه کمتری داشتیم نسبت به اینکه می‌خواستیم مدرسه ترک بریم، زبان ترکی خودمون بلد نبودیم. بهناز مسلط بود و میتونست ما رو همراهی بکنه و خب این باعث شد که یکم اون آسودگی خاطره اتفاق بیفته.
کما اینکه در مورد بردیا، چون که سال اول پیش دبستانی بود و مدرسه انگلیسی زبان بود، خب نسبتا راحت تر براش پیش رفت، چون با زبان انگلیسی تا حدودی ذهنش آشنا بود. اما تو مدرسه ترکی باز از بابت زبان ما یه سری چالش ها داشتیم و اینجا مجبور شدیم دوباره بچه ها رو کلاس ترکی ثبت نام کنیم و خب اینا همه شرایطی بود که به هر حال هر کسی که توی فرهنگ جدید و کشور جدید میاد ناگزیر باهاش مواجه میشه. چالش های ما تا اونجایی بودش که ما خب به هر حال بچه ها رو مدرسه غیر انتفاعی ترک ثبت نامشون کرده بودیم و با توجه به این که مدرسه خیلی خوب بود اما متاسفانه هزینه ها به شدت بالا بود و این دوباره باعث شد که ما تصمیم بگیریم که مدرسه رو جابجا بکنیم. یه چالش جدید برای رفتن از مدرسه خصوصی به مدرسه دولتی که اول به نظر میاد که شاید کیفیت بیاد پایین، که اونم باز بستگی داره به مدرسه دولتی. دقیقاً. و قبل از اینکه مدرسه جدید رو بخوام بگم یه پرانتز اینجا باز میکنم که ما توی این بازه زمانی که بچه ها هنوز مدرسه غیر انتفاعی میرفتن خونمون هم عوض کردیم و خب این ماجرا رو یکم انگار که اون جابجایی مدرسه ها رو این جابجایی خونه یک کوچولو کم رنگش کرد، برای اینکه بچه ها دوباره اومدن توی یه خونه جدید، توی فضای جدید، یه ذره ذهنشون پرت شد از اون جابجاییه. و البته که به نفعتون شد، چون مدرسه دولتی که الان دارن میرن و خیلی خوبه هیچ چیزی کمتر از اون مدرسه خصوصی نداره و مدرسه دولتی اینجا دقیقاً مثل ایرانه، یعنی شما باید توی محدوده باشید. بله. اگر توی محدوده نباشید میرید توی نوبت، اگر کلاس ظرفیت داشته باشه ثبت نام میکنن، اگر ثبت نام نمیشید. دقیقاً. و البته مدرسه دولتی که الان بچه ها میرن تقریبا میشه گفت مثل مدرسه های نمونه مردمی تهرانه، به خاطر اینکه مدارس دولتی اینجا معمولا 2 شیفت هستش و خب شیفت صبح و بعد از ظهره. اما مدرسه دولتی که الان بچه ها میرن عین مدارس غیر انتفاعی تا ساعت 4 بعد از ظهر بردیا کلاس داره و سومیا تا ساعت 3:30 کلاس داره. یعنی این پوشش دادن آموزش بچه ها به نظرم توی این مدرسه هیچ چیزی کم از مدرسه غیر انتفاعی نداره و خب از نظر من والد خیلی این اتفاق خوبی بود، برای اینکه خیالم راحت بود ساعت آموزشی هستش، ولی به هر حال سومیا بیشتر دچار چالش شده بود اینجا، برای اینکه دوستای خودش رو رابطه‌ش رو توی اون مدرسه ساخته بود و دوباره ما یه چالش جدید داشتیم. خلاصه که مدرسه همیشه هرچی بچه‌ها بزرگتر میشن مخصوصا نوجوانا چالشاشون هم باهاشون، ایران هم این چالش هست وقتی میخوای مدرسه جابجا کنی اصلا دقیقاً این چالشه باهاشون میاد، چالش بین المللیه به نظر. بله. اما چیزی که بود، یه چالش دیگه‌ای که بودش از بابت روابط اجتماعی و دوستیابی که اینجا ما خودمون به عنوان 2 آدم بزرگی که اینجا بودیم و توی مدتی که حضور داشتیم که اون 3 سالی که ما گذروندیم خودمون واقعا تحت فشار بودیم، یعنی متاسفانه نمیتونستیم و نمیشد با اون آدم هایی که میخواستیم تو حاشیه امنمون وارد بکنیم ارتباط داشته باشیم. چرا؟ چون ایرانی‌ها خیلی پراکنده توی مناطق مختلف هستن و خب آدم توی یه سنی دیگه از یه بازه زمانی که میگذره دیگه نمیتونیم اون رابطه ها رو عمیق ترش کنیم نسبت به اون چیزی که توی ایران داشتیم. شاید به خاطر سن باشه، شاید به خاطر موقعیت مهاجرتی باشه، به هر حال اعتماد کردن خیلی سخته. و بعد از 3 سال ما خدا رو شکر الان یواش یواش این چالش خودمونم از سر گذروندیم و با توجه به اینکه من توی یه فضایی قرار گرفتم که خیلی فضای فرهنگی و دوستانه هستش، تونستیم دوباره یک سری آدم‌های امن و دوستان خوبی رو کنار خودمون داشته باشیم که خب این هم باز تا حدودی دغدغه خاطر ما رو برطرف کرد و الان خدا رو شکر فکر میکنم که اون نقطه امنه رو ما تونستیم بهش دست پیدا بکنیم بعد از 3 سال و نیم، حدود 4 سال.
آره کلا وقتی که مهاجرت میکنی مسئله دوست پیدا کردن خیلی کار سختی میشه و علل خصوص توی سن بالا مثل ماها، به خاطر اینکه تو یه سری عادت‌ها و روابط رو داشتی ساختی تو ایران، بعد میای اینجا خب یه سری خصوصیات داری، یه سری دوستایی داشتی و داری همچنان که حالا دیگه از راه دورن، مجازیان، و بخوای همون سیستمی که توی دوستی توی ایران داشتی رو اینجا پیاده بکنی، دیگه کسی که دقیقا بخواد طرز فکرش، عادتهاش، همه اینا مثل تو باشه و بتونی اون صمیمیت رو باهاش داشته باشی، عمق رابطه رو باش بسازی، یه ذره سخت میشه. هم مسئله اعتماده، هم مسئله اینه که خب آدما خیلی وقتا تو دوستی دنبال چیزای متفاوتن و کسایی که مهاجرت میکنن گاهی متاسفانه بیشتر دنبال منفعت خودشونن توی دوستی. یعنی حداقل این تجربه 6 ساله منم اینجا بهم اینو ثابت کرده که اوایل توی انتخاب دوست خیلی اشتباه ها میکردم و دوستایی که حالا پیدا میکردم به هر ترتیبی بعد از یه مدت حس سوء استفاده به آدم میدن. حالا این یه کلیشه است دیگه، هم میگن، ولی خب واقعیت اینه که این به خاطر این نیستش که اون آدم بده. من همیشه میگم اون آدمه میتونه با یه آدمی که مثل خودش دنبال منفعتش تو دوستیه، دو تا دوست خیلی خوب هم باشن. ولی برای ما که این مدلی به رابطه دوستی و صمیمی شدن با آدم رو نگاه نمی کردیم، خب خیلی سخت میشد، یعنی یه طرفه میشد انگار قضیه. و خب چالشایی که مهناز داشت خیلی با چالشای من متفاوت بود، چون چالشایی که من داشتم، حالا من تقریبا اواخر اپریل 2019 که اردیبهشت ماه میشد مهاجرت کردم اومدم و منم اون موقع به اسم مهاجرت نیومدم. حالا پیشنهاد کاری که به من شد، قرار شد من بیام فقط 1 ماه ببینم که آیا میتونم تنهایی اینجا دووم بیارم یا نه، چون کلا یه آدمی هستم که ارتباط اجتماعی خیلی زیادی داشتم و دارم، علاقه دارم به اینکه ارتباط بگیرم با آدما و دوستی بسازم و این باعث میشد که همه فکر کنم من نمیتونم مهاجرت کنم و احتمالاً سخت بشه برام بخوام برگردم. پس یه ماه قرار شد که من تستی بیام اینجا ببینم میتونم بمونم یا نه. که توی اون 1 ماه من خب کار شرکت رو پیش بردم، محیط شرکت رو پیدا کردم، خونه که قبلا دوستی برای ما گرفته بود رو باید جابجا می‌کردم و اساسی که تو اون خونه بود رو باید جابجا می‌کردم و اقامت می‌گرفتم و این 1 ماه یه دفعه شد 3 ماه. یعنی اصلا خیلی بیشتر شد که یک روز مرداد ماه، تقریبا اوایل مرداد ماه بود که تولد بردیا بود، به صورت سورپرایزی برگشتم ایران و خب اعلام کردم که میخوام بمونم استانبول. خیلی سخت بود، میدونستم که خیلی سخته برا من، چون من هیچ دوستی رو نداشتم اینجا. یعنی خیلی وقت مهاجرت میکنن، خصوصا الان که دیگه تعداد ایرانیای توی استانبول حداقل، یا مثلا کسی که میره کانادا، جاهایی که ایرانیا زیادن، هر کسی یه آشنایی داره. ولی من وقتی اومدم هیچ آشنایی نداشتم. یعنی من خودم انگار شده بودم آشنای یه سری از دوستام، چون چند تا از دوستام بعد از من مهاجرت کردن و اومدن اینجا و این برای من خب خیلی سخت بود. یه دفعه توی غار تنهایی انگار داشتم فرو میرفتم و خود همینم باعث شده بود که اصلا اوایل یه سری اشتباهات توی انتخاب دوستانم داشته باشم و یه سری ضربه ها رو بخورم، برای اینکه خیلی دنبال ساختن رابطه دوستی بودم با آدما. و بعدم که خب اول قابل پذیرش نبود از طرف خانواده، اصلا باورشون نمیشد، مخصوصا پدر مادرم. بعد اومدم دیگه، اون یه جورایی مجابشون کردم که نه، این دیگه از اینجا به بعد خودم واقعا میخوام تصمیم بگیرم برای مکانی که میخوام توش زندگی کنم، چون استانبولم همیشه دوست داشتم. یعنی واقعا یکی از شاید ویژنام بود زندگی کردن توی استانبول، به خاطر همین که طبیعتش رو دوست داشتم، همینم که خب زبانشون رو علاقه داشتم و قبل از اینکه اصلا مهاجرت کنم چند ترم فقط برای دل خودم رفته بودم زبان ترکی خونده بودم. دیگه اینجوری شد که موندگار شدم. خب تقریبا اسفند ماه بود، من اردیبهشت اومدم، اسفند ماه بود که کرونا اینجا شروع شد. دیگه اخطار جدی دادن برای کرونا و خب یه ذره متفاوت شد، باز یه سری چالش‌های جدید برامون به وجود آورد. توی کاری که میکردیم دیگه مشتری به صورت حضوری نمیتونست بیاد، باید آنلاین می بود. خود این یه ذره کار سخت میکرد، شرایط درآمدزایی رو سخت میکرد
ولی خب یه سری رابطه‌های جدید برای من داشت ساخته میشد که حتی اون زمان رو هم یه جور دیگه قشنگش کرد برای من. و خیلی میتونم بگم شاید اون چالش تنهایی طولانی نشد برای من، مثل مهناز خیلی اذیت نشدم. و یه چیزی هم که کلاً در مورد خصوصیات خودم هستش اینه که من خیلی سعی میکنم مقابله کنم با این چالش ها و اصلا نرم به سمت افسردگی، چون خیلی از دوستانم رو دیده بودم و شنیده بودم آدمایی که مثل منن، شخصیت خیلی اجتماعی دارن، افسرده میشن وقتی مهاجرت میکنن. و خب من پناهم همیشه قدم زدن تو جنگل و کنار دریا و اینا بود و خب نرسیدم خلاصه به مرحله افسردگی، خدا رو شکر. آره. ولی خب حالا هرچی که گذشت یه سری سختی‌های جدید اضافه شد به تب. دوباره مسائل کاری، اصلا بزرگترین چالش به نظر من توی مهاجرت این مسئله کاریه، مخصوصا اگر کسی باشی که توی ایران کار خودتو داری، درآمد قابل قبول داری، شناخته شده، مطرحی توی کارت و یه دفعه تصمیم میگیری مهاجرت کنی بیا یه جایی که اصلا نمیشناسنت و اصلا هر چقدر تو رزومت قوی باشه اگر بخوای خودت شخصا استارت بزنی، نخوای جایی استخدام بشی توی کشوری حداقل مثل ترکیه که خیلی خیلی نمیشه اسمشو گذاشت وطن پرست، خیلی زیادی گارد دارن نسبت به غریبه ها توی بعضی از مشاغل، سخت میشه که بخوای خودتو جا بندازی. مثلا اگر منی که معمار بودم و حالا کار معماری میکردم میخواستم کار معماری انجام بدم، کاری نداشتن که رزومه من تو ایران چقدر قویه، نمونه کارهای منو ببینن بپذیرن، ترجیح میدادم با یه معمار شاید حتی تجربی یا یه شرکتی که سالیانه میشناسن، مثلا از دوستان خانوادگیشونن، خیلی واضح میگفتن که مثلا خونه پدر بزرگم و فلان معمار دیزاین کرده، پس خونه منه مثلا نوه اون آدم رو هم همون معمار باید دیزاین کنه. یه کاری نداشت که حالا اون معمار مثلا یه معماریه که واقعا شاید تاریخ مصرفش گذشته، اصلا آپدیت نیست و شاید اصلا کیفیت کارش خوب نیست و نمیپذیرفتن. کلا این مسئله توی ترکا وجود داره. یا مثلا خیلی از ایرانیایی که اینجا کافه رستوران میزدن با شکست روبرو میشدن، دلیلش این نبود که شاید کیفیت کارشون پایین بود، قطعا خب این تفاوت فرهنگی و متاسفانه این که بعضی از دوستان اینجا میخوان همون شرایطی که تو ایران دارن توی کارشون پیاده میکنن همون رو اینجا پیاده کنن و فرهنگ خودشون رو بقبولونن به ترکا، که خب همچین چیزی اصلا از نظر من اشتباهه، چون اونا مجبور نیستن فرهنگ ما رو بپذیرن، این ماییم که مهاجرت کردیم و باید فرهنگ اونا رو بپذیریم طبعا. و میان حالا ما میگیم که اصلا با فرهنگ خود ترکا هم کارو پیش میبرن، با همون سبک و سیاق ارائه میدن محصولشون رو، ولی خدا نکنه که توی اون محدوده‌ای که هستن چند تا کافه رستورانی باشه که صاحبشون ترک باشه و از قدیمتر فعال بوده باشه، میان دوستان اینجا فعالیت رو شروع میکنن و اگر مشتری ها بفهمن که این کافه مثلا برای یک خارجی هست، حالا نه صرفا ایرانی، بفهمن برای یک خارجی هست، باز ترجیح میدن برن رستوران و کافه بغل گرونتر هزینه بکنن، بیکیفیت‌تر تحویل بگیرن، ولی اون هزینه‌ای که میکنن تو جیب هموطنشون بره و خب این خیلی سخته. پس این چالش کار پیدا کردن و کار کردن کلا توی ترکیه حداقل خیلی سخت بوده. من فکر میکنم حالا همه جای دنیا همینه در حال حاضر، با توجه به شرایط اقتصادی خیلی فرقی نداره. یه چالشی که اینجا خیلی باش مواجه شدیم ما، مخصوصا به عنوان کسی که بچه داره، چالش‌های درمانی هستش. خب واقعا بحث درمان اینجا خیلی متفاوته به نظرم با ایران، چون اولا که من اینجا دکترای ترک رو نمیشناختم و بعد میگشتم دکترای ایرانی رو پیدا میکردم، حالا ممکن بود تو مناطق دیگه استانبول باشه و این باعث شده بود که ما حالا با توجه به اینکه هر سال تابستون دوباره میرفتیم ایران، کارهای پزشکیمون رو موکول بکنیم به اون بازه زمانی که میرفتیم و تمام وقتهای پزشکیمون رو نان استاپ پشت هم میگرفتیم. اما خب بعضی وقتا پیش میومد که ما واقعا نمیتونستیم و اینجا بودیم و باز سعی میکردیم از پزشکای آنلاین استفاده بکنیم و خب این شرایط سختی بود واقعا، که به هر حال باید یه تصمیم براش میگرفتیم و میتونستیم حداقل
اینجا هم بتونیم از پزشکا استفاده بکنیم. دقیقاً. و خب این خیلی سخته که تو بخوای، مثلا من فکر کنم سخت‌ترین بخشش بعد از کار اصلا همینه، حتی از دوست پیدا کردن و هر چیزی سخت‌تره، از زبان هم سخت‌تره به مراتب، به خاطر اینکه وقتی که بحث درمان میشه، یکی اینکه تو توی کشور خودت با کلی هم زبون میتونی مطمئن بشی، سرچ کنی ببینی کدوم پزشک حاذق‌تره و خب خیلی از پزشکارم از قدیم میشناسی، با خیال راحت اعتماد میکنی و کارتو پیش میبری. ولی وقتی 2 تا بچه داشته باشی، خب اولا نمیشه خیلی کارا رو اصلا موکول بکنی به اینکه حالا سالی یه بار برم ایران کاری رو انجام بدم و اینکه بچه رو نمیشه سرپایی واقعا تدابیر پزشکی رو براش انجام داد. حالا شما به عنوان بزرگسال یه سرمایی بخوری یه چیزی بشه، اصلا خودت میتونی تو خونم حلش بکنی، حتی تو ایرانش هم این کارو میکنی. ولی بچه رو نمیشه به این سادگی. یعنی کوچکترین تبی میکردم بچه‌ها، خود منم همون اندازه استرس میگرفتم. خب تب بچه اصلا چیزی نیستش که بخوای پشت گوش بندازی یا کلا خب سخته دیگه، با بچه خیلی سخت‌تره مسائل پزشکی رو هندل کردن. و خب اینجام حالا خدا رو شکر خیلی دکترای ایرانی خوبی هستن و همین الان ما با خیلی هاشون آشناییم. این واقعا جزو موهبت‌های ماست اینجا که دکترای ایرانی خیلی خوب رو میشناسیم، هم خیلی منصفن هم خیلی خوبن. چون حالا اون تفاوت با ایران، غیر از این که حالا پزشک حاذق پیدا کنی، تفاوت هزینه هم هست که اصلا اعداد و ارقام اینجا خیلی خیلی عجیب غریبه و خب هر سال عجیب‌تر هم میشه. و مثلا یه نمونه‌ای که همین اواخر چند روز گذشته اصلا ما بهش برخوردیم، بحث خب دندون پزشکی بود. حالا دندون پزشکی خود من هم هر سال داشتم تو ایران چکاپمو میرفتم و حتی مشکلی هم نداشتم. امسال نشد بریم ایران و گفتیم خب اینجا نمیشه دیگه چکاپ سالیانه نداشته باشیم، باید حتما اینو داشته باشیم. و به پیشنهاد یکی از دوستای خوب من ما تصمیم گرفتیم بریم توی یکی از دانشگاه‌های دندون پزشکی چکاپ بریم. آخری میریم دندون پزشکی. و برای کسایی که کلینیک توریستی دارن اما سیگیپا ندارن، بخوان هزینه بگیرن، هزینه عکس برداری فقط 250 لیره، یعنی باز خیلی خیلی معقول تره. حالا هزینه خدمات هم بستگی داره به کاری که نیاز داشته باشید. Kaç 2 saat geliyorsun, gelip gidiyorum. İşte ben de öyle olacağım. Kaçtan geliyorum bir de ben. Çok kötü bakmak olacak. Kadının gözü her haftada maliyet çok çıktı. O da şeyde düşüneceğim. Çıktı ki. وقتی بخوان فقط معاینه سطحی نیست، یعنی شما برای معاینه سطحی شدن هم نیاز به عکس دارید و خودمون عکس فکر میکنم پارسال شما انجام دادید 2000 لیر تقریبا هزینه پارسال، حالا امسال نمیدونیم چقدره، هزینه گرفتن عکس از دندون بوده پارسال. و تو ایران من فکر میکنم کاری که من پارسال انجام دادم عکس شاید 800 900 هزار تومان بود و اصلا قابل قیاس نیست عکس گرفتن از دندون هزینهش اینجا با ایران. و این دوست ما به ما گفتش که خب شما بیاین مثلا توی بیمارستان اصلا کار انجام ندید، فقط یه چکاپ بشید و عکستون رو بگیرید توی دانشگاه، ببخشید. و با توجه به اینکه خب مهنازینا شهروندی دارن که کلا 0 تا 100 کار براشون رایگان بود، یعنی دندوناشون رو عکس گرفتن، همه چی رایگان. من که شهروندی ندارم و اقامتم همچنان اقامت توریستی هستش، گفت یه هزینه‌ای داره که من گفتم خب حالا مگه هزینه‌اش چقدره؟ و خب یه جورایی شوخی بود واقعا هزینه‌اش، به نظرم 250 لیر بود که خب عکس برداری شد، اونجا معاینه شد، هم توسط دانشجو هم توسط خود اساتید که حالا دندون پزشک هستن و ایرادا رو گفتن توی عکس و هزینه ها رو هم اعلام کردن. و واقعا هزینه‌ای که اعلام شد، باز خدا رو شکر از اونجایی که گفتم یه سری دکتر ایرانی خوب ما اینجا میشناسیم در حال حاضر، مثلا هزینه‌ای که میگن اوزمانلیک یا همون خود استادی که اگر بخواد کار دندونت رو انجام بده میگیره، با هزینه دندون پزشک ایرانی حاذقی که ما اینجا میشناسیم یکی بود، یعنی حتی شاید یه مقدار پایین‌تر. یعنی اون خدماتی که قرار هست داده بشه دندون پزشکی که ما میشناسیم از استادی که توی دانشگاه میخواست انجام بده پایین‌تر بود.
و فقط در صورتی بدون هزینه انجام میشه که دانشجو کارتون رو انجام بده، که اونم در چه صورت منطقی دانشجو انجام بده. یه سری کارهای سطحی، حالا مثلا پرکردگی که خیلی سطحی باشه، خیلی عمیق نباشه، جرمگیری باشه، در این حد منطقی. یعنی به من خودشون گفتن که یه دونه دندون عقل دارم، من فکر کنم 15 ساله که این هست، گفتش که اینو باید مثلا بکشی، این دیگه کامل در اومده. بعد من خب پارسال دکترم دید، گفت مشکلی ایجاد نکرده، اصلا میتونه باشه، چون هم خوب بهش رسیدگی میکنی، مسواک میزنی، همینم که فشاری به دندونات نمیاره. و اصلا فکر این که بخوام اینجا مثلا دندون عقلمو بدم یه نفر بکشه، حالا خودشون گفتن جراحی چون نیست کشیدنیه، حتی دانشجو هم میتونه انجام بده. و من گفتم خب من قطعا این کار نمیکنم اینجا، نه اینکه حالا چون دانشجو بخواد انجام بده، حتی دست استادشون هم نمیدم این دندونو، به خاطر اینکه خب دندون عقلم جای بدیه دیگه، اصلا اون دندون عقل بالا، اونم نه پایین، باز فک پایین راحت تر از فک بالا، واقعا فک بالا خیلی سخته. ولی خب در کل میخوام بگم که کلن کار پزشکی رو میشه حتی اینجوری هم مقرون به صرفش کرد. ولی یه سری خانه بهداشتا هستش اینجا که خب از زمان کرونا خیلی جدی‌تر ما اصلا دنبالش رفتیم، چون باید اونجا راندوو میگرفتیم برای واکسنای کرونا، و اونجا بود که به ما گفتن که خیلی از خدمات درمانی رو اینجا پزشکا راندوو یعنی که وقت بگیری، همون نوبت گرفتن. و خب خیلی وقتا هم میگفتن که پزشکا هم خب پزشکای خوبی هن دیگه، مثل این که شما بری توی ایران یه درمانگاه، دقیقا مثل درمانگاهیه که توی ایرانه و خب هزینه نمیگیره به اون صورت، مثل خانه بهداشت توی ایران. آره خانه بهداشت هم توی ایران هست دقیقا. ولی خب باز این خدمات تا 1-2 سال قبل برای کسایی که اقامت توریستی داشتن هم رایگان بود، اما الان دیگه نیستش متاسفانه و فقط برای خود شهروندا هست. میشه بحثای درمانی رو اینجور جاها هم پیش برد، ولی خب هر مسئله ای رو نمیشه. یعنی اگر بخوای یه سری چکاپ‌های عمیق بشه، یه سری پزشکایی که خیلی متخصص باشن و حرفه‌ای بخوان نظر بدن، حداقل ترجیح ما این بوده که اگر مشکل جدی نداشته باشیم همه اینا رو جمع کنیم و ببریم ایران پیش پزشکایی که از قبل میشناسیم، اون معاینات و مسائل پزشکی رو پیش ببریم. ولی خب چالش‌ها، یعنی اصلی ترین چالش‌ها اینا هستش دیگه. یه سری چالش‌های خورده که حالا مثلا لوکیشن‌های تفریحی، کجا برم بیشتر بهم خوش بگذره، یا مثلا چالش‌های هزینه کردنه که این مدیریت هزینه بیاد دستت که خریداتو از کجا انجام بدی، چه موقع‌هایی حتی خرید بکنی که برات مقرون به صرفه تر باشه. حالا نه خرید لباس و اینجور چیزا، بیشتر خریدای خونه منظورمه، خرید مایحتاج اصلی زندگی، چون خب فروشگاه ها اینجا متنوعن، باز مثل ایران که شما تعاونی آشپزخونه، آره دقیقاً مثل این که شما تو ایران تعاونی هست میری خرید میکنی، شهروند هست میری خرید میکنی، یا سوپرمارکت لوکس هم تو کوچه‌ای که زندگی میکنی هستش و اینا قیمتا متفاوته. اینا چیزاییه که به مرور زمان خب میاد دستت، یعنی متوجه میشی، بعد خب خیلی جاهام گفته میشه، آفرا داده میشه و کم کم مثلا اینا واقعا چالشایی نیستش که خیلی اذیتت کنه. چالشای اصلی همین بحث سلامتیه، بحث حالا اقامتیه، بحث لوکیشنیه که میخوای زندگی کنی. باز اینم یکی از چالشاست به نظر من، چون خیلی هم میان نمیدونن، مثلا طرف میخواد خونه اجاره کنه و خب منطقه رو نمیشناسه. برفرض مایی که حالا توی تهران زندگی میکردیم منطقه رو دیگه میشناختیم، میدونستیم چه لوکیشنایی، حتی چه منطقه هایی یه بخشیش خوبه یه بخشیش بده برای زندگی، خوب نیستش، امنیتش پایین‌تره یا لول آدما به ما نمیخوره، مدل ما نیستن حداقل، و میدونستیم که کجا رو میخوایم انتخاب کنیم، دقیق اشراف داشتیم به این قضیه. ولی وقتی میای اینجا ممکنه ترکا بگن فلان منطقه خیلی هم خوبه و تو میری میبینی که خب نه، اصلا تو اگه تو تهران بهت بگن بیا توی منطقه با این سبک زندگی که اینا دارن زندگی کن، هیچ وقت حاضر نیستی بری اونجا خونه اجاره کنی یا بخری. و اینجام خب خود اینم یکی از چالشاست. یعنی من خیلی از مهاجرا رو دیدم میان اوایل خونه رنت میکنن یا میخرن، بعد متوجه میشن اصلا اون منطقه‌ای که حالا چه سرمایه گذاری کرده چه اجاره کرده اصلا اون کیفیتی که میخواد رو نداره، یا اصلا قابل سکونت برای اون نیست، یا حتی به لحاظ امنیتی خیلی پایینه. یعنی اصلا اینقدر پایینه که
خونه‌شو همون ماه اول دزد میزنه، با اضطراب داره رفت و آمد میکنه، از یه ساعتی به بعد نباید از در خونه بیرون بره. خب اینم باز یکی از چالشاست که حالا ما به واسطه یه نیمچه دانشی که پیدا کرده بودیم همون اول، تو همون 3-4 ماه من سعی کرده بودم اطلاعات جمع کنم قبل از اینکه کامل مووان کنم، یه ذره برای ما این قضیه راحت تر شد. یعنی دیگه میدونستیم که تو کدوم منطقه کجا بهتره برای زندگی. ولی خب میتونم بگم شاید ماها جزو اون دستایی بودیم که چالشای خیلی بزرگ عمیق رو تجربه نکردیم. فکر میکنم، البته نمیدونم مهناز چقدر بستگی موافقه. داره، از نگاه هر کسی به نظر من بستگی داره. شاید من چون خودم آدمیم که کلا سختی ها وقتی تموم میشه دیگه به آره، نظرم خب راحت شده، اینجوریه که اون لحظه شاید دارم خیلی سختی میکشم، تو اون چالش هستم، ولی بعدش دیگه به نظرم خیلی عمیق نمیاد. ولی واقعا بودن کسایی که من شنیدم حتی همین الان هم با اینکه مثلا خود من اینجا هستم و به عنوان یه دوست کنارش هستم، ولی به هر حال میبینم که دچار خیلی بحران‌های روحی خیلی کلافه است و خب همش من این نوید رو بهش میدم که میگذره، این دوران میگذره. دقیقا برمیگرده به آستانه تحمل آدم. شاید فکر میکنم ماها حداقل جز اون دسته بودیم که یه ذره آستانه تحملمون زیاد بوده. من خودم شخصا به واقع خیلی نمیتونم بگم خیلی زیاد، خب چرا، به هر حال نیاز به یه محیط دوستانه داشتم، این اصلا قابل پنهان کردن نیستش. اما چیزی که هستش اینطوری نبود که بگم به قول بهناز، حالا بهناز بلند میشد میرفت پیاده روی، میرفت جنگل، من تو همون سیته که بودم بعضی وقتا حتی از بالکنی که داشتم و میتونستم برم بشینم توش یه کافی بخورم به شدت استفاده میکرد و به شدت حالم خوب میکرد. این بستگی به آدما داره به نظرم، آستانه و تحمل آدمو و روحیه آدمو، حال خودتو خوب و اینکه بدونی دیگه، یعنی از قبل این شناخت رو اگر نسبت به خودت داشته باشی خب خیلی کمتر اذیت میشی موقعی که با این چالش‌ها روبرو میشی به نظرم. و خب من خودم حداقل سعی کرده بودم از سالها قبلش این شناخت رو نسبت به خودم پیدا کنم و همینم واقعا نجات هم داد فکر میکنم. ولی خب خیلی متاسفانه، حالا من صرفا به خاطر مهاجرت نرفته بودم به این خودشناسیه برسم، دلایل دیگه داشت اون موقع، ولی خب خیلی ها چون هیچ وقت نرفتن دنبال این قضیه، بعد مهاجرت هم که میکنن، بعد مهاجرت اولش خب خیلی قشنگه، تو مثلا همه چی برات تازه است، شبیه یه توریستی، اصلا داری مدل یه توریست زندگی میکنی. بعد کم کم دیگه میبینی که خب نه، توریست برای یه هفته 2 هفته 1 ماه دیگه بعدش نمیشه، تو دیگه داری زندگی میکنی و خیلی چیزا رو باید حواست باشه مدیریت کنی و تازه اونجاست که با چالش‌ها روبرو میشی. و اگه اون خودشناسی رو نداشته باشی، حداقل توی بعد روابط انسانیش خیلی به مشکل میخوری، خیلی سخت میشه. حالا برای مثال خب منم اون ضربه رو خوردم، من از خیلی از اکیپای دوستیم اون ضربه رو خوردم، ولی همیشه میگم اون ضربه‌ای که اونا زدن اون ضربه عمیقی نبوده که بخواد منو از پا در بیاره یا مثلا یه ضربه‌ای باشه که جبران ناپذیر باشه، چون بالاخره توی اون رابطه دوستی که حتی ساخته بودم، همون آدمی که در نهایت یه حالا زیان کوچیکی هم به لحاظ روحی روانی و اخلاقی شاید به من رسونده، اما باعث شده خود اون آدم من با یه اکیپ دیگه آشنا بشم، مثلا یه سری آدم دیگر رو توی کارم بشناسم و خود اونها برای من خیلی آدمای موندگاری شدن و دوستای خیلی خوبی هم هستن. و حتی میگم اون آدمی که به خیال خودش داشته زرنگی میکرده، حالا آسیب میزده، هر چیزی، در واقع ته تهش یه منفعتی برای من داشته وقتی از یه زاویه دیگه به قضیه نگاه میکنم. پس باز فکر میکنم اینی که تو چقدر تو این چالش بعد انسانی و روابط انسانی هم بخوای سختی بکشی، یه ذره به خودت برمیگرده و اصلا نمیشه نسخه یکی برای همه پیچید که پس هر کی مهاجرت میکنه باید افسرده بشه. چون من خیلی دیدم تو ویدیوهای مختلف، دیدم همه میگن کسایی که مهاجرت کردن بلا استثنا افسرده میشن. خب سختی میکشن ولی قرار نیست همه افسرده بشن. یعنی من فکر میکنم این واقعا برمیگرده به شخصیت آدم و اصلا نسخه درستی نیست که برای همه میپیچن. دقیقاً موافقم. خلاصه که همیشه یکسان نماند حال دوران، غم مخور، میگذره واقعا. یعنی چالش‌ها یواش یواش یه جوری
رد میشه که وقتی برمیگردی عقب نگاه میکنی حتی اون چیزی که حالا میگم ماها شاید خیلی اونقدر بولد نبوده چیزایی که گذروندیم، ولی وقتی نگاه میکنی ببینی واقعا به خاطر یه همچین چیزی مثلا یه زمانی نشستی انقدر بهش فکر کردی و واقعا میگذره. البته که راجع به مشکلاتی که پیش اومده تو این چند سال خیلی هم گل و بلبل نبوده، حالا به مرور خاطراتش رو تعریف میکنیم که اصلا اینجوری نبوده که همیشم همه چیز صد و پرفکت و عالی بوده و خب اگه من حالم بد بوده پس برم قدم بزنم خوب میشه. نه، یه سری وقتا یه اتفاقای افتاده که واقعا مثلا اون لحظه فکر کردی که خب چرا من اصلا مهاجرت کردم، چرا دارم این سختیه رو میکشم، تهش اصلا قراره چی بهم بدن. ولی میگم دیگه بستگی داره که چجوری باهاش کنار بیای. آره دیگه سطحی بوده دیگه، یعنی اون سختیه رو در نهایت پذیرفتم و اون انتخابی که کردم و مسئولیتش رو خودم پذیرفتم، در نتیجه حالا اون سختی هم گذشته، چون چه بخوای چه نخوای، چه بپذیری چه نپذیری اون سختی میگذره. همونطور که روز شب میشه شب روز میشه اون سختی هم داره میگذره باهاش. ولی خب حالا اون خاطرات اتفاقی هم که افتاده به مرور میگیم، چه تو بحث حالا چالشایی که مهناز با بچه‌ها داشته، چه بحث مثلا یه سری مسائل دوستانه، پزشکی، حتی همه اینا رو خاطراتش رو به مرور میگیم. ولی خب گفتیم که حالا این ویدیو رو بگیریم که بگیم یه سری چالش هایی که وجود خواهد داشت برای فرد مجرد و متأهل و بچه دار خصوصا، که اگر یه موقعی خواستید مهاجرت بکنید بدونید چالش های اولیه چی هست. و به امید دیدار.